به این بپردازیم ببینیم چه حرفی کافی است و چه عملی باید انجام بدیم. در بخش اول فقط ذکر بکنم در مورد بالا گرفتن احتمال یک رویارویی مستقیم بین امریکا و ونزوئلا که بسیاری از اون تعبیر میکنن به عنوان یکی از جنگ هایی که اسرائیل در تدارک به راه انداختن اونه تا بتونه از این طریق وارد جنگ اصلی که با ایران هست بشه. موضوع اوکراین و روسیه همچنان بلا تکلیف باقی مونده به دلیل اصرار و پافشاری کشورهای اروپایی که از طرف اسرائیل مأموریت دارن طرح آمریکا رو برای این موضوع به اصطلاح با شکست مواجه بکنن. ملاحظه میکنید الان BBC داره گزارش میده درباره یک تنش لفظی بین رهبران روسیه و اوکراین و کار به جایی رسیده که پوتین داره عنوان میکنه سرزمین هایی که در تصرف روسیه هست ظاهرا نزدیک به 300 شهر کوچک اوکراین به دست روسیه افتاده و دارن عنوان میکنن که اگر این سرزمین ها در واقع که متعلق به روسیه هست از لحاظ تاریخی به گفته آقای پوتین در اختیار روسیه بمانه که مانده از طریق دیپلماسی اگر نه با جنگ اتفاق میفته. بنابراین راهکار سومی میبینید این وسط وجود نداره، یا همین طرح صلحی هستش که الان امریکا به عنوان آخرین تیر در ترکش پیشنهاد داده و یا رفتن به سوی یک جنگ درست حسابی که این بار در برگیرنده حداقل اگر نگیم ناتو برخی از کشورهای اصلی اروپایی هست و ملاحظه میکنید پوتین تهدید کرده که اگر اروپا مانع تلاش‌های صلح شود روسیه اراضی بیشتری را در اوکراین تصرف میکنند. فراموش نکنیم که اوکراینی دیگه وجود نداره هموطنان عزیز. اوکراین رو اسرائیل به خاک سیاه نشوند، نابود کرد. یکی از سرزمین هایی که به قول معروف مردمان دارای ریشه های پارسی اونجا بودن اینا رو دونه دونه داره نابود میکنه، همونطور که تهمونده اون چیزی رو که از بازماندگان ما در افغانستان هستن طالبان زیر نظر اسرائیل داره نابود میکنه. به این ترتیب میبینید که روند تخریبی که صهیونیست‌ها سازماندهی کردن در سطح جهانی و دارن قدم به قدم اون رو به پیش میبرن و به نظر میرسه که ما داریم نزدیک میشیم به احتمال خیلی زیاد به آغاز یک جنگ تمام عیار بین آمریکا و ونزوئلا. روز گذشته ایالات متحده در یک حرکتی که ازش به عنوان خرکی نام میبرن تمام ناوهای ونزوئلا رو، ناوگان دریایی ونزوئلا رو به عنوان به اصطلاح نمیدونم خاطی و خطاکار و ضد قانونی و این حرفا معرفی کرد و اعلام داشت که دولت ونزوئلا رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت میشناسه. این ترتیب میبینیم که آقا ترامپ کم نمیذاره برای به اصطلاح حماقت و ملاحظه میکنید دستور محاصره کامل همه نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا رو صادر کرد و اینطور که بوش میاد عزیزان امروز قرار هست به وقت اینجا ساعت 6 عصر به وقت شرق آمریکا، 9 شب به وقت غرب آمریکا، تقریبا 7 ساعت دیگه بیاد و یه سخنرانی زنده ارائه بده. برخی دارن عنوان میکنن که احتمالاً در این سخنرانی خودش مسئله جنگ با ونزوئلا رو اعلام خواهد کرد. حالا اینا حدس و گمانه، رسانه‌های رسمی هنوز چنین چیزی رو عنوان نکردن، دارن میگن بیشتر میخواد بیاد وضعیت فاجعه بار اقتصادی آمریکا رو مسمولی بکنه، ولی اینگونه به نظر میرسه که موضوعات دیگری هم مطرحه و از جمله افرادی معروف مثل آقای تاکر کارسون اومده عنوان کرده که به احتمال زیاد امروز این جنگ با ونزوئلا رو اعلام میکنه. میریم برای داشتن یک به اصطلاح فروپاشی کامل نظامی امریکا در دریای کارائیب، به خاطر اینکه ونزوئلا خیلی دندون رو جگر گذاشته ولی به نظر میرسه که از توان
کافی برای ضربه زدن به ناوگان دریایی آمریکا برخوردار باشه و احتمالاً این آغاز یکی از بزرگترین معرکه های نظامی است که آمریکا در تاریخ خودش به راه خواهد انداخت. این چیزی هستش که از الان داره پیش بینی میشه. ویتنام جدید بهش میگن، عراق جدید، افغانستان جدید، یک معرکه‌ای داره برای خودش درست میکنه و دلیل هم داره. هموطنان عزیز، دلیلش رو اگر میخواید بدونید دعوت میکنم به اینکه ویدیوهای انگلیسی زبان من رو دنبال بکنید. تقریبا الان به صورت روزانه من دارم یه ویدیو منتشر میکنم، شرایط رو داریم رصد میکنیم برای اینکه ببینیم چه خبره و همطور که ملاحظه میکنید روز بعد از روز تمام شاخصهای سهام، بازار سهام امریکا قرمز هست به صورت تقریبا میشه گفت فاجعه بار. بحث تریلیون ها دلاره که داره از دست میره. قیمت ارز دیجیتال وحشتناک سقوط کرده و به نظر میرسه که اون بابل یا حباب ارزهای دیجیتالی بیت کوین و غیر و ذالک داره میترکه و از این طرف اعلام شده که ارقامی که دولت ایالات متحده داره ارائه میده در مورد بازار کار ارقام غلط و دستکاری شده هست. این رو فدرال رزرو هشدار داده در مورد ضرورت انتشار آمار درست که میبینیم با وجود دستکاری که در آمار کردن وضعیت بازار کار به عنوان یکی از بدترین وضعیت‌ها در 14 سال گذشته ارزیابی شده و این عملاً به معنی اینه که موقعیت اقتصادی خرابه. دولت ترامپ داره سعی میکنه اینو ماسمالی بکنه، احتمالاً امروز هم میاد که مش دروغ اراجیف سرهم بکنه، ولی واقعیت چیز دیگری است. بازار داره به اصطلاح این رو حس میکنه و اگر اینطور پیش بره ما ممکنه در آستانه سال جدید در ایالات متحده آمریکا با بحث ریسیشن یا در واقع به نوعی میتونیم بگیم سقوط اقتصادی، رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد. اینو خواهیم دید، ما رصد میکنیم. فقط اینو در نظر داشته باشید عزیزان که همه اینا رو برادران اسرائیلی تدارک دیدن برای اینکه برای آقا ترامپ انتخابی نگذارن جز اینکه تن در بده. دیروز مراسم پوشاشانا در به اصطلاح کاخ سفید برگزار میشد و یه اسرائیلی که همه کاره کاخ سفید هستش به اسم مارک لوین اومد و ترامپ رو به عنوان اولین رئیس جمهور یهود آمریکا معرفی کردش. بنابراین میبینید که همه چیز ایجاب برای اینها ماشاءالله رحمان خوبه و ایشالله رحمان بهتر هم خواهد شد. به سمت جنگ جهانی سوم که بریم بازم وضع عزیزان بهتر خواهد شد. اینو اطمینان داشته باشید. بنابراین مبنا رو عزیزان بر این بگذارید که چیزی که با جنایتکارانی مثل نتانیاهو و غیر و ذالک در انتظار جهان هست هیچ چیز جز تقریبا میشه گفت جنگ نیست. جمهوری اسلامی هم اینو متوجه شده. میبینید الان ساعتی پیش خبر رسید که رهبر جمهوری اسلامی ایران 2 تن از فرماندهان بلندپایه ارتش را تغییر داد. بنابراین دارن آماده میشن. به نظر میرسه که افرادی رو دارن میارن روی کار به عنوان فرماندهان ارشد که بیشتر از اون چیزی که جنبه اعتقادی و نمیدونم اینا داشته باشن جنبه عملیاتی دارن اینا رو آماده میکنن برای جنگ حسابی که در پیش رو هستش عزیزان. به همین دلیلم دیدم آقای تاجزاده هم اومده و داره میگه که خبر دارم براتون در مورد اینکه چجوری سرنگونی میخواد انجام بشه و غیر و ذالک. اینو اجازه بدید در بخش بعد با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین تا جنگ جهانی سوم شروع نشده با ما باشید، بریم و برگردیم.
خب بینندگان گرامی، باز می‌گردیم خدمتتون عرض بکنم آنچه که از شرایط داخل کشور برمیاد اوضاع احوالی است که دیگه جای تردیدی برای کسی باقی نمیگذاره که مملکت توسط دولت پزشکیان غیر قابل اداره هست. یعنی الان دیگه تعداد ویدیوهایی که داره پخش میشه این سوی آن سوی و حکایتگر سطح وحشتناک دزدی ها و غارت ها و غیر و ذالک هست به حدی رسیده که یه هموطنی دیدم خیلی خوب در یه ویدئوی واقعا زیر 1 دقیقه جمع‌بندی میکنه کل عملکرد اقتصادی دولت این آنوسی یهودی پنهان معروف به پزشکیان